من روحی شاهین هستم، روانکاو و هیپنوتراپیست. در انگلستان زندگی میکنم و مدت تقریبا 20 سال هست که این کارو دارم انجام میدم برای NHS و خصوصی. روشی که من استفاده میکنم ریشه یابی ناراحتی هایی که امروز در زندگیمون هست. همه چیز یه ریشه داره که مربوط میشه به زندگی اولیه ما. همه ما وقتی که کوچیک هستیم، وقتی که بچه هستیم، همه چیز رو شخصی میگیریم و اونو میکنیم باور خودمون. پس وقتی که امروز یک کمبودهایی تو زندگیمون داریم، به خاطر اینه که ما در بچگیمون یه احساس کمبودی کردیم و این کمبود رو تا آخر اون باور کردیم و اونا ایجاد ناراحتی های روحی و ناراحتی های جسمی و عقب افتادن در زندگیمون میشه. به همین دلیل با پیدا کردن ریشه مشکلاتمون ما میتونیم اون مشکلات رو، اون ریشه ها رو تصحیح کنیم، درستشون کنیم و وقتی این کار رو انجام بدیم، این مشکلی که امروز تو زندگیمونه به تدریج حل میشه اتوماتیکلی و خیلی در زندگیمون گشایش احساس میکنیم. انگار درا به روی ما باز میشه، راههای جدیدی توی زندگی ما باز میشه که ما اصلا در گذشته بود ولی نمیتونستیم ببینیمش به خاطر اون محدودیت هایی که در ذهن خودمون گذاشته بودیم. یه مثال برای شما میارم. مثلا این فیلبانایی که در هندوستان هستن، وقتی که این فیل کوچولوی تازه به دنیا اومده، این فیلبانش یه زنجیر به پاش میبنده و میبنده به یه درخت و این فیل خیال میکنه که زندانی دست اون فیلبانش هستش. به تدریج که این فیل بزرگ میشه، این فیلبان اون زنجیر رو بر میداره، به جاش یه طناب میذاره و اون طناب رو به تدریج نازک میکنه. ولیکن اون فیل متوجه نمیشه که این به تدریج اون زنجیر از پاش باز شده. به همین دلیل شما اگه نگاه کرده باشین توی این فیلم ها هم که نگاه کنین، میبینین که یه فیلبان لاغر کوچیک اندامی میتونه یه فیل به اون بزرگی رو فرمان بده از کجا بره، رامش کرده. چرا؟ چون که اون فیل خیال میکنه که هنوز این فیلبان خیلی آدم قویه و یه زنجیر به پای این بسته و قدرت این در دست این فیلبانه. به همین دلیل ما هم اون محدودیت هایی که در کوچیکی تجربه کردیم و برداشت کردیم از محیط اطرافمون، اونها در وجود ما مونده. امروز که ما هم قدرت داریم، توانایی داریم، اونا ترسا واقعی نیست ولی ما خیال میکنیم هنوز اون ترسا هست. بیشتر کسایی که خجالتی هستن، اعتماد به نفس ندارن، مال اونایی که در کوچیکی محیط اطرافشون خیلی خشن بوده. مثلا بیشتر اوقات در گذشته در تمام دنیا پدرها خیلی خشن بودن، بلند حرف میزدن، داد میزدن و این باعث میشد که بچه ها میترسیدن و اون ترس در وجودشون میمونه و وقتی هم که بزرگ میشن این احساس شرم رو دارن. کاری که ما انجام میدیم، میریم نگاه میکنیم ببینیم که کجا بوده که این انسان که در کودکیش چه اتفاق، محیط اطرافش چی بوده و با هیپنوتیزم کردنش خاطرات کودکیشو براش بیدار میکنیم و وقتی که نگاه میکنه به این خاطرات کودکی، اونها رو از چشم یک انسان بزرگ که داره به یه اتفاق کودکیش نگاه میکنه متوجه میشه و ترمیمش میکنه. دیگه امروز اتوماتیکلی احساس میکنه که اون شرمش، اون خجالتی بودنش، اون محدود بودنش، اون ترس هایی که جلوی کارش رو میگرفته، میبینه خیلی روز به روز کمتر میشه و مشکلاتش کمتر میشه، دل و جرأت پیدا میکنه، توانایی هاشو بهتر متوجه میشه. برای اینکه میگن ما توانایی هامون خیلی زیادتر از اون چیزی که داریم زندگی میکنیم. فقط چون در کودکی ما وقتی ضعیف بودیم، خیلی همه چیز برای ما بزرگ بود، همه چیز ترسناک بود، همه چیز ناامن بود. اونها در وجود ما ضبط شده و امروز ما رو به اشتباه میندازه. پس اگر بچه ها رو آدم در کودکی زیاد نترسونه، به بچه اعتماد به نفس بده، بچه هایی که امروز تعلیم میبینن زیر دست ما، فردا انسان هایی میشن که کارهای بزرگ ازشون برمیاد، دل و جرأت بیشتری دارن، توانایی های بیشتری رو
میدونن که دارن. این کاری هستش که در روانکاوی اتفاق میفته، کاری که من میتونم با مهارت هایی که به شما یاد میدم انجام بدید. و این کار برای خودشناسی هستش. یک شعری هست که میگه خود را بشناس تا خدای خود را بشناسی. منظور همین هستش که ما هر چقدر که بشناسیم که ما کی هستیم، محدودیت هایی که برای ما دنیای اطرافمون گذاشته چیا بوده و اونها رو ترمیم کنیم، متوجه میشیم که کیفیت و قابلیت و توانایی های ما در این دنیا خیلی بیشتر از اون چیزی که خودمون حساب میکنیم و خیال میکنیم. و به همین دلیل به نظر من خودشناسی یعنی عبادت و این یک مهارتیه که باید بریم یاد بگیریم. همونطور که ما اگر که از کودکی پیانو یاد گرفتن رو تمرین کنیم، بزرگ که میشیم یک پیانیست خوب میشیم. بخوایم هواپیما رو پرواز بدیم، ما باید بریم دوره پرواز هواپیما رو یاد بگیریم تا بتونیم یک هواپیمای بزرگ مسافربری رو پرواز بدیم. پس همه ماها توانایی همه کاری رو داریم، احتیاج داریم تعلیم ببینیم. به نظر من تعلیمی که در مورد خود ما، این ذهن ما یاد بگیریم، یکی از مفیدترین توانایی ها هستش، چون که ما میتونیم اشکالات خودمون رو برطرف کنیم، ترمیم کنیم با مهارت هایی که یاد میگیریم. ممکنه یک نفر در آینده بتونه یک پیانیست خیلی مشهور رو ماهر بشه، ولی اگه هیچ وقت کسی بهش یاد نده، مهم نیست چقدر باهوش باشه، تا اگر معلم بهش یاد نده نمیدونه. یک شناگر مربی لازم داره. هر رشته‌ای رو که آدم میخواد خوب یاد بگیره باید یک معلم تعلیم بهش بده. کار شناخت خود هم یک روشی داره که باید معلم اینو یاد بده که شخص بتونه از توانایی‌های خودش بهره مند بشه. به نظر من در کودکی باید این تعلیمات رو به بچه‌ها داد و توانایی‌های خودشون رو بهشون یاد داد و اینکه چجوری خودشون رو ترمیم کنن. این ترمیم کردن و تعمیر کردن ذهن از ناتوانی‌ها، از ترس‌ها، از شرم‌های خود برای بهتر شدن کیفیت زندگی خود و اطرافیانمون، مهارتی که باید آدم بره و تعلیم ببینه، وقت براش بذاره. به نظر من این یکی از بهترین سرمایه گذاری هایی که یک شخص برای خودش میکنه. به همین دلیل من باور دارم که تعلیم خودشناسی عبادت هستش و این رو ما مدیون خودمون هستیم و مدیون خانوادهمون هستیم که مدیون فرزندانمون هستیم که به اونها هم تعلیم بدیم. هر چقدر که ما زودتر این رو تعلیم بدیم در مدارس بچه ها با قابلیت بهتری، بیشتری، جرأت بیشتری با این دنیا روبرو میشن و از این دنیا بهره مند میشن. متشکرم که به سخنان من توجه کردین. به امید دیدار مجدد. تلفن من 0207 221 5763 لندن و موبایل من 07 961 447 116 یا 02 07 221 57 63. سایت من هست روحی ROOHY @advancehypnotherapy.com. Advance ADVANCEHYPNOTHERAPY.com.